همیشه این بحث بوده نه؟ عقل در برابر ایمان. انگار دوتا نیروی مخالفن که دارن با هم می‌جنگن. ولی آیا واقعا اینطوره؟ امروز می‌خوایم این سوال خیلی قدیمی رو از یه زاویه کاملا جدید نگاه کنیم. چرا بعضی از باهوش‌ترین آدم‌ها، بزرگترین دانشمندا با مسئله ایمان درگیرن؟ این سوال میدونید قرن‌هاست که مطرحه. ما برای اینکه یکم عمیق‌تر بهش نگاه کنیم، رفتیم سراغ یه منبع تحلیلی که دقیقاً همین تنش رو بررسی کرده. و بهمون نشون میده که جواب شاید اونقدرها هم که فکر میکنیم سیاه و سفید نباشه. خب این همون منبعیه که ازش حرف میزدیم. نکته خیلی جالبش اینه که به جای اینکه فقط بگه علم اینو میگه، دین اونو میگه، میره سراغ ریشه ها. میگه اصلا این شک و تردید از کجا میاد و یه استدلال جالب میاره که شاید اصلا کل ماجرا جنگ بین عقل و ایمان نباشه. بیایید با هم ببینیم چطور این بحثو باز میکنه. خب، تردید یک دانشمند. بیایید ریشه‌های شک‌گرایی توی دنیای مدرن رو بررسی کنیم. یعنی اولین قدم اینه که بفهمیم این شک اصلا از کجا شروع میشه. چی باعث میشه یه ذهن علمی یا یه روشنفکر با مفهوم ایمان به چالش کشیده بشه؟ فکر کنم این یه حس خیلی آشنا برای خیلی از ما هاست، نه؟ این کشمش درونی. از یه طرف اون بخش منطقی ذهن شماست که برای همه چیز دلیل و مدرک میخواد. دنبال اثبات علمیه. از طرف دیگه یه ندای درونی، یه حسی هست که به چیزهایی فراتر از دنیای مادی باور داره. سوال اینه، این دوتا چطور میتونن با هم آشتی کنن؟ خب، دو مسیر به سوی بی‌اعتقادی. منبع ما میگه 2 دلیل اصلی وجود داره که روشنفکرها ممکنه از ایمان فاصله بگیرن. نکته جالبش همینه. میگه این بی‌اعتقادی معمولاً از یکی از این 2 راه اصلی میاد. اگه این 2 راهو بشناسیم، انگار کل نقشه دستمون میاد. ببینیم چی هستن. خب ببینید، این 2 دلیل برای تردید زمین تا آسمون با هم فرق دارن. یکیشون کاملا فکریه، یعنی همون تضادی که به نظر میاد بین اثبات علمی و اصول دین وجود داره. اما اون یکی کاملا اجتماعیه، یعنی به محیطی که توش بزرگ میشیم، به آدمایی که دور و برمون میبینیم و به الگوهایی که بهمون داده میشه ربط داره. بریم سراغ اولی، مانع فکری. ببینید، برای یه ذهن علمی همه چیز باید قابل آزمایش، قابل اندازه‌گیری، قابل اثبات باشه. درسته؟ حالا وقتی این ذهن با مفاهیمی مثل معجزه یا عالم غیب روبرو میشه، طبیعیه که مقاومت میکنه، چون ابزاری برای سنجششون نداره. این مثل اینه که شما بخواید یه قطعه شعر رو با فرمول‌های ریاضی تحلیل کنین. این 2 به 2 زبان مختلف صحبت میکنن. و اما مسیر دوم، یعنی عامل محیطی، این دیگه ربطی به فرمول و اثبات نداره، به دنیای واقعی اطرافمون ربط داره. فرض کنید شما توی محیطی بزرگ میشید که همه چیز مادیه. آموزش، فرهنگ، همه روی موفقیت دنیوی، شهرت و قدرت متمرکزه. یا، و این خیلی مهمه، آدم‌هایی رو می‌بینید که خیلی ادعای دینداری دارن ولی رفتار و عملشون 180 درجه با حرفاشون فرق میکنه. خب اینها به طور طبیعی آدم رو زده میکنه، دل سرد میکنه و باعث میشه با خودش بگه واقعا اگه دین اینه، من یکی نیستم. خب با این همه تضاد فکری و تأثیرات منفی محیطی، آدم به این نتیجه میرسه که پس آیا دین اساساً با دنیای مدرن ما در تضاده؟ آیا این 2 واقعاً دشمن همدیگن؟ اما اینجا دقیقاً جاییه که منبع ما یه چرخش 180 درجه‌ای میکنه و میگه نه، دقیقاً برعکسه. میگه این تضاد، این جنگ فقط یه سوء تفاهم بزرگه. استدلالش اینه که ما هم دین رو اشتباه فهمیدیم و هم طبیعت خود انسان. دین و طبیعت انسان. آیا ایمان یه چیز غیر طبیعیه که به ما تحمیل شده یا بخشی از وجود ماست؟ اینجاست که کل بحث عوض میشه. به جای اینکه دین رو یه نیروی مخالف طبیعت ما ببینیم، این تحلیل میگه دین دقیقاً با خود واقعی ما هماهنگه. ولی چطوری آخه؟ برای اینکه این رو بفهمیم باید با یک کلمه کلیدی آشنا بشیم. فطرت. فطرت چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم، فطرت مثل همون تنظیمات کارخانه ماست. یعنی اون گرایش‌های ذاتی و درونی که باهاشون به دنیا میاییم. اون چیزهایی که عمیقاً در وجود ما ریشه دارن. یه لحظه به اینها فکر کنید. همه ما به طور طبیعی دلمون میخواد خانواده داشته باشیم، یه جامعه‌ای داشته باشیم. میل به ثروت و رفاه داریم. دنبال دانش و یادگیری هستیم. عدالت رو دوست داریم. حتی
دوست داریم قدرت و تأثیرگذاری داشته باشیم. منبع میگه اینها ضعف‌های ما نیستن، اینها دقیقاً بخشی از انسان بودن ما هستن. اینها همون گرایش‌های فطری ما هستن. هدایت نه سرکوب. اینجاست که میرسیم به شاه بیت بحث. منبع ما میگه دین نیومده تا این امیال طبیعی رو نابود کنه که سرکوبشون کنه. نه، اومده تا اونها رو هدایت کنه، بهشون جهت بده. و این یه تفاوت از زمین تا آسمونه. این جدول ایده رو خیلی قشنگ نشون میده. مثلا میل به ثروت. دین نمیگه ثروت بده. میگه برو از راه درست به دستش بیار و ازش برای کمک به بقیه هم استفاده کن. یا میل به قدرت. نمیگه قدرت بده. میگه ازش استفاده کن تا عدالت رو برقرار کنی و رهبر خوبی باشی. حتی میل به خانواده که اساس تشکیل جامعه سالمه. متوجه شدید؟ هدف اصلاً سرکوب کردن این امیال نیست، بلکه کانالیزه کردنشونه. این واقعاً یه نگاه کاملاً متفاوته. پس اگه بخوایم خلاصه کنیم، هدف این نیست که طبیعت ما رو از بین ببرن، بلکه اینه که بهش تعالی ببخشن. دین نمیخواد ما رو به یه موجود دیگه تبدیل کنه، میخواد از همون موادی که ازش ساخته شدیم بهترین نسخه ممکن رو بسازه. خب، یه ارتباط عمیق‌تر. نقش عمل توی تلفیق کردن عقل و روح. این حرفا روی کاغذ خیلی قشنگه، نه؟ ولی سوال اینه، در عمل چی؟ چطور میتونیم این پل رو بین دنیای منطقی و دنیای معنوی خودمون برقرار کنیم؟ منبع ما برای این هم یه راهکار عملی داره. و راهکار کلیدی دعاست. اما صبر کنید. نه اون دعایی که فقط یه لیست از خواسته هامون باشه. منبع ما رو یه فرایند 3 مرحله‌ای میبینه. اول، شما با فروتنی نیاز خودتون رو ابراز میکنید. دوم، یه پیوند مستقیم و شخصی با اون نیروی برتر ایجاد میکنید. و سوم، در نتیجه این ارتباط به آرامش، قدرت و موفقیت میرسید. این یه مکالمه 2 طرفه است، نه یه لیست خرید که میدیم دست کسی. این نقل قول از منبع به نظرم حق مطلب رو ادا میکنه. دعا مهمترین عمل عبودیت است. پیوندی بین بنده و خدا ایجاد میکنه که هیچ چیز نمیتواند آن را بشکنه. دعا مثل یه پل محکم بین دنیای منطقی ما و دنیای معنوی ما. همون پلی که میتونه اون ذهن جستجوگر رو، اون قلب باورمند رو به هم برسونه. و در نهایت کل این تحلیل ما رو با این سوال اساسی تنها میذاره: رابطه واقعی بین دانش و باور چیه؟ آیا این دوتا واقعا 2 نیروی مخالفن که همدیگر رو دفع میکنن، یا شاید مثل 2 بال برای پروازن، 2 بالی که هر دو برای رسیدن به یه درک عمیق‌تر از حقیقت لازمن؟ فکر میکنم جواب این سوالو هر کدوم از ما باید برای خودش پیدا کنه.